اینستاگرام نسبت به مثلا 4-5 سال پیش خیلی کویرتره، خیلی بدتره. مثلا تو زندگیم ندیدم یه کمپانی انقدر بد. من خیلی ازدواجیم اصلا چون از بچگیش با دزدی به وجود اومد، یعنی آیدیاش آیدی دزدی بود. به من مثلا میگن الان چرا کار نمی‌کنی، چرا خوب کار نمی‌کنی، اینا تا کجا کار کنم؟ داداش الان همه بلاگرن دیگه. سلام برعکس یوتیوب، سهیل اقتصادی هستم با سینا. سینا جون چطوری، خوبی؟ قربونه، چه خبر؟ همه چی خوب؟ دمت گرم، مرسی که دوباره وقتتو گذاشتی اومدی اینجا با هم یه بعد ملو. 1 سال. آره چقدر زود چه میگذره چیزایی؟ نه؟ خیلی زود گذشت واسه ما که خیلی سریع گذشت. مثلا نمیتونی بفهمی کی چی میشه. مثلا داشتم یه ویدیو نگاه میکردم میگفتش که بچه‌هاتو این مثلا دستش کثیفش همه جا هست و اینا، ناراحت نباش، برای اینکه خیلی زود تموم میشه، بعد تمام زندگیت همش یادت میمونه، دلت میخواد دستاتو کثیفشون رو ببینی و اینا. بعد تصمیم گرفتم که دستامو کثیف کنم برم خونه بزنم به همه شیشه میشهاش که مامانم از ناراحتی در بیاد. طرز فکر جالبیه اینجوری بتونی پیش بری. خالد چطوره؟ من هیچی، منم درگیرم دیگه، درگیرم این که ببینیم بچه ما کی به دنیا میاد. کدوم بچه؟ میدونی مادرش کدومه یا لاتاری میزنی؟ نه فعلا نمیدونم مادرش کدومه، ولی امیدوارم یه مادر خوبی داشته باشه. واقعا الان داره ازدواج میخواد؟ من خیلی ازدواجیم. الان یه دختر پیدا کنی مثلا خیلی مختو بزنه سنگی میری توش؟ همین الان میگیرمش. البته پاسپورتم مهمه ولی فوری اقدام میکنم. آقا گفتی نمیستم. یکی از دوستات یکی از ویدیوها رو دیده بعد طرز فکرش عوض شده. میتونم بپرسم تو چه قسمتی طرز فکرش عوض شده؟ توی زمینه خانوم بازی خیلی تاثیرای مثبتی داشته روی رفیق ما، صحبتایی که داشتین. حالا ویدیوهایی که ما دیدیم، چیا دیدیم؟ با اصلا ویدیوهای زن ستیزانه دیگه، با رضا راجع به حق و حقوق حرف میزدید. البته اینم من میخوام اضافه کنم، من هم زن ستیزی دارم. بعضی موقع میگم مثلا زن ستیزی یکی چیزاشه که تو زنو پایینتر ببینی، من زنو بالاتر خطرناکتر میبینم. ما چاقال داستانیم، ما مهربونیم و میخوایم عشق و فیلم دیزنی درست کنیم. خانوما همه خدا رفتیم تو جو فیلم ترکی، عشق و عاشقی. آره بابا، اصلا خانوما اصلا تو یه لولی توپ میزنن باورت نمیشه. یعنی خیلی بازی اونا از ما بهتر بلدن. و من همیشه میگم ما خنگه ایم، بعد خودمون رو آپدیت کنیم روی این حساب که فقط بفهمیم خنگیم، چون نمیتونیم که باهوش‌تر بشیم، نمیتونیم که مثلا بد جنس بشیم و شکاب. یه سری 10%مون هستن که آیدی اونا هستن، ولی اکثریتمون اون نیستن. و وقتی نه ولی قشنگ بود. خاطره خواهرتو تعریف می‌کردی، رضا الان با هر کی صحبت میکنه زنگ میزنه میگه گوره بابات. اون خیلی مثلا من ببین الان خب مثلا این موضوع مال کیه؟ الان مال 32 سال پیشه. من یادمه تو کدوم میز نشسته بودیم، تلفنی که حرف می‌زدم نارنجی بود. میدونم به چی میگم، اینجوری دیتیل یادمه، چون اصلا نمی‌تونم باور کنم یه صحنه زندگی بود که مثلا یعنی چی من 1 سال دارم به دختره میگم دوستت دارم عزیزم قربونت برم، هر جوری که تو بگی تو مهمونی هر جا میبینم دارم یعنی دارم بهترین شخصیت مردی که میتونی باشی هستم. چجوری منو مثلا همش دو در میکنه؟ یه شام با من نمیاد مثلا 2 نفری با هم بریم بیرون؟ بعد خواهرم گفت بهش بگو گور پدر گوشو قطع کن. گفتم چی؟ گفت بگو. همونو زنگ زد. الان بیشتر جواب میده، رفتم این قضیه بیشتر میشه. الان اصلا همینه قضیه. حالا کی تموم میشه؟ یعنی من فکر میکنم دارم سوالم اینه که کی به نظرتون این داستان تموم میشه؟ یعنی چون الان دخترها خیلی راحت تر شدن، چون تمام زمان ما با یه دختر میخواستی. اول بذارین ازم میخوام بپرسم تو دنیای اینستاگرام که الان خب یه پیشرفت بهتری داشتی و نمیدونم چقدر گذشته، تو اونجا چطوری؟ خود آمار بهم میدی؟ هم از نظر مالی هم از نظر دختربازی. حالا من راجع به اینستاگرام بگم، اینستاگرام نسبت به مثلا 4-5 سال پیش خیلی کویرتره، خیلی بدتره. آره مثلا حتی نسبت به سال پیش، یعنی درآمدش کلا کم شده، تقریبا هم میتونم بگم صفر شده. یعنی خیلی کم پیش میاد که یکی بیاد تبلیغ بده. چرا این اتفاق افتاده؟ مثلا من با پیج مثلا 1 میلیونی ویو مثلا نرمال باشه بیاد پایین بره بالا، یه 100 کی ویو میخوره استوری. الان الگوریتم اینستا جوری شده که وقتی یکی یه پست میذاره همین جوری پیجش صفره ها،
باز پتانسیل اینو داره که 100k ویو بخوره. خب طرف هزینه نمیکنه، میاد تو پیج خودش میذاره که شاید بگیره همون 100k رو بگیره دیگه. آره من اینو دیدم، یعنی شده. تا حالا عقب نرسیده بود. یه چند وقت پیش خیلی جالبه که تو میگی، همین فکر کنم مثلا واقعا 5-6 روز پیش بود، یکی از دوستام گفتش که سهیل تو این استوریاتو بوست کردی میلیونی خورده. بعد یه اونجوری نگاش کردم گفتم نه، ولی آها پس من الان استوریم که مثلا 3 میلیون خورده رو بوست کنم میشه 10 میلیون. اوه پس اینا که رو پیجشون 10 میلیون ویو دارن مثلا 2000 تا فالو داره بوست کردن. یهو شروع کرد همه پلا فهمید که یادم افتاد که ما قبلا، حالا ما که خدایی که من تو زندگی یه بارم کار نکردم، ولی برعکس اینستاگرامی میرفتم به یه یارویی حالا تو هند تو آنلاین یا تلفن مسیج پول میدادن، بعد یارو برات ویو میزد. بعد اینستاگرام همش دنبال این بود با اینا بجنگه. بعد یه روز تو اینستاگرام گفتم آقا دیوونه این مردم که پول میخوام بدن، خب بیا ما خودمون بهشون ویو الکی بفروشیم، تو بیا پول بده من به زور تو رو نشون میدم به همه کسی که نمیدونه. اونجا من 16 تا مربع دارم، حالا یه مربع تو رو میندازم اونجا به تام آمار میدم میگم دیده شدی. بعد خود اینستاگرام واده شده میدلمن پول رو میگیره. بعد چه جالب الان مثلا یه پیجی که 10k فالوور داره میبینی پست داره 10 میلیون ویو خورده، یعنی اصلا به فالوور دیگه توجهی نمیکنن. یه محتوا رو مثلا مردم چه ریاکشن نشون بدن بیشتر نشون میدن و واسه سر همینم تبلیغات کم شد. ولی واقعا مزخرف‌ترین کمپانی از متا یا همین اینستاگرام اینا یعنی وجود نداره. چون من تو زندگیم خیلی با کمپانیایی که جدید اومدن و یهو دنیا رو گرفتن، مثل ای بی، مثل آمازون، مثل پیپل، خیلی از این کمپانی من باشون از روز اول بودم و کار کردم و دیدم دارن چیکار میکنن. گوهترینشون و نامردترینشون ای بی بود که اومد سال 2000. ما یه حرومزاده ایرانی هم هست و اومد سی او دیزنی رو که خانوم بودم هایر کرد گذاشت سرش، اونم از اون بی‌شرف‌تر. اینا اولین چیز اومدن کاستومر سرویس رو از بین بردن. این اولین کمپانی بود که اومد تلفن رو برداشت، گفت با من کار داری ایمیل بزن، ما چیز نداریم. مثلا بیزنس داشتی داشتی مثلا چند روزی $500 در میآوردی، خب $500 توی روز در بیاری در ماه میشه $15000. بعد پولی نیستش. بعد یهو یه دلیل اشتباهی میشد، مثلا میگفت این جنس تو ما فکر میکنیم دزدیه، بعد میبست. بعد تو مسیج میزدی که این دزدی نیست. بعد 3 روز دیگه به جواب میداد که اوکی به ما رسید بفرست. بعد تو همون ثانیه رسید رو میفرستادی. بعد 3 روز دیگه میزد که اوکی ما رسید رو دیدیم اکانتتو باز میکنیم. بعد من خب 7 روز گذشت من $3500 پول از دست دادم چون شما یه تلفن ندارین. خب این چه منطقه احمقانه‌ایه. بعد کمپانی که داره میلیونی پول در میاره. این یارو ایرانی بود، این خون ایرانی اصلا میاد تو همه چیز باید گم بکشه. اینم همین اومد نمیدونم چرا واسه 2 قرون سیو کنه، مثلا به جای اینکه 100 میلیون پول ببره نمیخواست 98 ببره. به 1000 نفر هم کار بدی، آدمایی مثل منم نگهداری و خوشحال و این حرفا. من 20 سال بعد دارم پشت سرش حرف میزنم چقدر بعد من فشار اومده باشه که یه تلفن کار منو تو 5 دقیقه حل بکنه، ولی من بعد 7 روز میشستم اینطوری این احمقا هرس میخوردم پول از دست بدم، ببینم دارم تو مارکت عقب میافتم، جنسم داره خاک میخوره و خلاصه این حرومزاده اولین کسی که اومد این کارو کرد گفت آقا ما ایمیل اونلی هستیم و اینجوری شد. فیسبوک اولین کمپانی که اومد ایمیل هم برداشت، گفت اگه لازم دیگه کبوتر بفرست. اصلا کبوتر هم نمیتونی بفرستی، یعنی اصلا نمیدونم خارد یعنی من میگم خب مثلا فیسبوک میزنی میگی آقا من این چیزو، همین مثلا اینستاگرام میگه این پستتو ما وایلیشن خورده به خاطر اینکه میگیم بدترین چیزام بهت میبافه، مثلا داری کار خلاف بچه زیر مثلا 5 سال انجام میدی. بعد میگه که بگو شاکی، بعد میگم من شاکیم، میگه اوکی به جواب میدیم. میگم خب بابا بعد بذاری من توضیح بدم، اگر تو ساید من نمیخوای بشنوی یعنی چه فرقی کرده با اون اف اولی؟ میدونی اصلا منطقش احمقانه است. بعد حالا من چند روز پیش که بچه‌ها بهم زنگ زد که آقا چرا این تیک آبی تو نمیگیری؟ گفتم من انقدر از این کمپانی بدم میاد، آردی واسهشون کانتنت مجانی میسازم، واسهشون تبلیغ آردی کلی پول درآوردم دیگه، این که من میام خودم فیزیکی هم بهشون پول بدم دیگه بهم برد نمیخوره. یعنی این کمپانی دیگه واقعا کثافته. بعد گفتش که ببین ولی به خاطر شکل و فلان و بسال تو باید بذاری اینو، و منو قانع کرد. گفتیم اوکی. بهش فوش خانواده‌ام دادم، گفتم تو سالی یه پلی استیشن به من عقب انداختی به خاطر این حرف منطقی چون نمیتونم باید بحث کنم. خلاص رفتم گرفتم. و اولین چیزی که توش زده بود که آقا ما کاستومر سرویس داریم و ایمیل میتونی بزنی.
گفتم خب باز حداقل خوبه اینو آورده اینجا پول رو میدی، حداقل مشکلی پیش بیاد میشه باشون صحبت کرد. دیگه خبری نیست. اونو که اصلا نمیدونم خبری هست یا نه. یه ماه گذشت یهو تلفنم بهم مسیج داد که آقا ما این پولی که بعد بدیم ماهیونه به اینستاگرام واسه اون تیک احمقانه آبی تو، پولو داریم به تو پس میدیم. بعد من میگم برای چی؟ بعد رفتم تو اینستاگرام میبینم تیک آبیم نیست. بعد میگم خب اوکی، میرم تو نوتیفیکیشن هیچی نیست. میرم تو استرس یهو میگه مانی پول نمیتونی در بیاری به خاطر اینکه سال 2024 تو ریجن یه چیزی بودی که درست نبوده. مثلا نمیفهمی این چی. خیلی مسخره است. بعد میگم خب الان من اون ایمیل رو الان لازم دارم دیگه. خب بکو. بعد میگم خب اوکی بیا برم دوره پول بدم. میگم آبیه رو دوره بگیرم، میگه گذاشتیم تو ویت لیست. میدونی اصلا کاراش عقب مونده است. یه باری روی اکانت روی کامپیوتر می‌خواستم فیسبوک اکانت درست کنم واسه یه نفر. بعد رفتم فیسبوک خودم لاگین کردم و اینا، دیدم چیز مثلا درسته بهش نشون دادم. بعد اومدم بیرون، بزنم اسم چیز درست کنم. بعد یهو اینجوری چرخید این دکمه کرییت اکانت رفت. میرفتی تو فیسبوک دیگه هیچی نبود، فقط بود زده بود لاگین. بعد تا 2 روز من میزنم دکمه لاگین رو برداشته بود. احساس کرده بود دکمه ساین اپ رو برداشته بود، فقط لاگین داشتی. چون فکر کرده بود من مثلا یه آدمی ام که درست نیست و اینا. بعد اشتباه فکر کرده بود. بعد میگم چطوری اشتباه اینجوری پافشاری میکنی بعد کاستومر سرویس هم نداری. اصلا خیلی کمپانی مزخرفه، یعنی واقعا باور نکردنیه. من یه تبلیغ ویپ گذاشتم، ویپ تبلیغ کردم، 1 ساعت دیگه استوریم رفت. ذاتی 1 ماه لایوت بسته است، استوری هم دیگه نمیتونی بذاری 3 روز. گفتم چرا؟ رفتم خوندم گایدلاینو، گفت سلاح گرم استفاده کرده توی ویدیو. و من ریویو زدم که این ویپ بود و سلاحی در کار نیست و این داستانا. گفت ما ریویو کردیم مشکل داره، 1 سال لایومو بست. الان 200 روز لایوم مونده، لایو نمیتونم بذارم. مثلا تو زندگیم ندیدم یه کمپانی انقدر بد. و حالا یه چیزی آمار بدم که اصلا ناراحت شی. انقدر این کمپانی بزرگه که یه سری کشور هستش، نمیدونم چند تا ولی بالای 10 تا کشور هستن که لغت اینترنت رو ندارن. مثل ما که تو ایران به دستمال میگیم کلنکس، چون اولین مارکی که اومد تو ایران کلینکسه. به اینترنت میگن فیسبوک. حالا چجوری این کارو کرده؟ رفته به کمپانی تلفن گفته آقا اینا که بهشون تلفن میفروشی هرچی میفروشین دیل خودتون. اگه اینا از توی براوزرشون رفتن تو www.facebook.com پولشو من میدم. خب توی آفریقا مفته دیگه واسه این کمپانی غول، ولی تبلیغو هنوز گرون میفروشه و یوزر داره میگیره. اتفاقی که افتاده یارو که نمیخواد پول بده میره فیسبوک درست میکنه و اگه تو وبسایت درست کنی تاثیر نداره چون مردم دسترسی به وبسایت ندارن. ولی اگه توی فیسبوک پیج درست بکنی که مثلا بگی من لوبیا میفروشم، تو فیسبوک دنبال لوبیا بگره تو رو پیدا میکنه. اخبار سرچ گوگلشون فیسبوک، یعنی میخوای یاد بگیری میره تو فیسبوک. یعنی اصلا اولا دارن احمق بار میان، چون میگم هر شروری توش میذاره باشه. بعد حالا میگم حالا نمیخوام تو دیتیلز اصلا نمیگم چه کمپانی مزخرفیه. مثلا تو اینو باید بگم دیگه واقعا، چون مثلا ببین شرم و حیا تو چه لولی. ببین کمپانی تو این لول ها آمار که دارم میدم مثلا 1 سال و نیم پیشه، نه مثلا 15 سال پیش. توی از این کمپانی‌ها از همین کشورهای آفریقایی که مثلا چیز میکنه خیلی دارن اطلاعات شروور دارن پخش میکنن تو فیسبوک مزخرف. مثلا اگر بچه رو مثلا ایدز داری باهاش بخوابی خوب میشی، مثلا بچه زیر 6 ماه، مثلا این اطلاعات اینجوری داره مزخرف همینجوری داره پخش میشه. بعد میگه تو فیسبوک تا مثلا 2018 اصلا هیچ کسی نبود که اون زبون رو حرف بزنه. واسه وقتی تو میزدی ریپورت کسی نبود که اینو چک بکنه، نمیفهمیدن، هیچ اون زبون رو نمیفهمید. بعد میگفت بعد رفتن شکایت کردن و گفتن از اینکه مثلا یه صدا در میارن در آوردن. بعد با این همه صدا مدا در اومده میگفت الان 3 تا دارن، یعنی 3 نفر استخدام کرده واسه یه کشور که ببینه آمار آشغال به مردم ندن. واسه همین مارک زاکربرگ یکی از بدترین آدمای رو کره زمینه. من اصلا نمیدونم چرا این آدم انقدر آدم مزخرفیه و وقتی میدونی چرا خوب پشتش نباشه. مثلا گوگل پشتش خوبه، میفهمی گوگل داره سعی میکنه بهتر باشه، میبینی که داره خودش خوب میکنه. ولی این واقعا کمپانی ایوالی. اگه گوگل پول نمیداد که این تا آخر عمرش به کسی پول نمیداد. الان بازی خودش شروع کرده راه درآمدی درست کرده و
پول بدین به هم دیگه و اینا رو از گوگل دید داره دیگه. مهران سوشون در اومد که آقا یه کاری بکن دیگه، من 100 میلیون فالوور دارم میخوام پول در تو بهم پول بده، چه من برم دنبال مثلا اینوستور. خلاصه آقا من هیت میکنم متا رو تا آخر عمر. انقدر اسمش بعد رفت اسمش عوض کرد که مردم چیز شدن، جوونا اون تنفر رو نگیرن. واسه همین هر دفعه کسی رسیدی به متا فوشی بده. خب پس از نظر خیلی مسخره شده، خیلی مزخرفه. الان از لحاظ حالا جوی و آدماشو اینجا راجع به این صحبت کنم، بعد نه دیگه الان تویی که اینستاگرامت بالاست هیچ فرقی با یه آدمی که اینستاگرامش پایینه نداری عملا. چون الان مثلا میره با هر دختری صحبت کنی، خب منم اندازه تو ویو میگیرم، منم ویدیو میذارم اندازه تو ویو میگیرم، میدونی؟ حالا میفهمم همه بلاگر شدن دیگه الان. من عاشق اینم که به یارو مسیج میزنه چک آبی داره میزنه 800 تا فالوه. آره آخه واسه چک آبی گرفتی؟ من خودم روم نمیشد، من تا 200k روم نمیشد بگیرم، یعنی آپشنشو داشتم نمیگرفتم، گفتم یه جایی برسه. من الان اینه که قدیم بهشون داده بودن اونا الان هنوز دارن یا از اونا هم گفت اگه میخواین نگهداری من پول بدین؟ نه اونا دارن اونا پول نمیدن، اونا رو هنوز خف نکردن ها. نه قول بهت میدم مثلا 6 ماه یا 6 سال دیگه بهشون مسیج میزنن که این پروگرام دیگه تموم شده، اگه میخواین بعد وریفای کنین، اگه هم نمیخواین که برش میداریم. من اگه واقعا تیکه آبی اورجینال داشتم ناراحت میشدم از این اتفاق. میگم انقدر کمپانی بدیه که میکنه، یعنی همین برام عجیبه که میگم یه کمپانی که انقدر قدرت داره انقدر گنده است بعد از هیچی، میدونی، یعنی مثلا این آیدیاش یک آیدیای خیلی خیلی بیسیکه، فقط ما همه چوز کردیم که این اپ استفاده کنیم، فقط دلیلش همینه. میدونم به چی میگم. و تکنولوژیش 20 سال پیش شاید جدید بود و مثلا عکسو میومد کوچیک میکرد، اون کسی که ساخت مثلا آیدی اینستاگرام داشت که فروختش رفت. الان خودش چیزی بر نمیداره، ریلزو که از تیک تاک برداشت، آی جی تی وی رو سعی کرد از یوتیوب برداره، جواب نگرفت کلا. آره اصلا دزد که اصلا چون از بچگیش با دزدی به وجود اومد دیگه، یعنی آیدیاش آیدی دزدی بود، ولی خب تو پروگرامینگ خوبه دیگه، یارو جینیس پروگرامینگ بود و وقتی اون پروگرامو که کد میکرد واقعا اون سالایی که مثلا فیسبوک اومد 2005 6 که اومد خیلی پروگرام رو عقب مونده بودن، یعنی کدا همه وحشی بد بود و اینا. فیسبوک میرفتین که همه رو به هم وصل میکرد و تولدا رو به ریمایند میکرد، همین کانسپتش انقدر جالب بود و هر رو همین فقط ساخته شد دیگه. مثلا این فیچر بود تاریخ تولدت کردن، نشستن جلسه گذاشتن چیکار کنیم بهتر کنیم فیچر اد کنیم تاریخ تولد، یعنی اینقدر مثلا ببینیم احمق بود. روز اول ما درست کردیم مثلا تاریخ تولد نشه بود توش، بعد نشستن دور هم جلسه گذاشتن گفتن چی بزنیم. و خود دیوسش میگه اگر یه کمپانی بود به اسم مای اسپیس، اگر اون کمپانی گند نزده بود اینا هیچ وقت نمی‌تونستن بیان بالا، چون اون کمپانی این بود، همه رو اون بودن. بعد اون خیلی کم آروم داشت ایوالو میکرد، این شب و روز هی داشتن عوض میکردن و سر این افتاد جلو. خلاصه میگم یه نفر هست که شانسی پولدار شدی، حالا میفهمم زندگی خود خوب بوده، یعنی بابات پولدار بودن، بعد شانسی هم خودت توی تایم افتادی توی چیزی خوبی هستی که از اون استفاده کردی 1 بیلیون برابر استعدادت پول در آوردی. چون تو اگه مثلا اینو میفهمی مثلا اینکه مثلا زمان قدیم تر از این یه نفر یه دونه آلبوم عکس خیلی خوشگل دیزاین میکرده دیگه، ماکسیمم میتونه روزی واسه یه نفر دیزاین کنه دیگه، ولی این چون ایده اینترنت اومد یهو میتونه الکی چندین برابرش بکنه، به یه پول وحشیانه رسید و همه جا تنفر درست میکنه. یعنی هر جا که تو راجبش میخونی مردم ازش متنفرن. اومد موهاشو عوض کرد، من ریش گذاشت، رفت ورزش کرد، لباسشو عوض کرد، یعنی همه کارم داره بنده خدا میکنه که مردم اینو قبول کنن، ولی انقدر که از تو آدم کثیف و بدیه اصلا به خوبی فکر نمیکنه. اصلا فکر نمیکنه من چیکار کنم که مردم خوشحال‌تر باشن، تو فقط فکر میکنه که چجوری پول نده. بعد مثلا این سیستم فیسبوک یه جوری دیزاین کرده که هر چقدر استاک بفروشه نفروشه همه تصمیما رو خودش میگیره. یعنی روز اول گفت اگه کسی نمیخواد نگین تو استاک، مثلا این اولین استاکی که تو دنیا همچین کاری کرده، اینو مطمئن نیستم ولی میگم مثلا کلا اصلا استایل خیلی هیتلری میره جلو. بعد میگم دیگه قدرتمنده، توی خونه‌ش الان تو هاوایی هم ازش متنفرن، چون یه جای خیلی گندره گرفته دوش دیوار کشیده و مردم شاکی ان که ویو رو بسته. زمین خودشه ولی کلا میگم کارهای هیتفول همش انجام میده، هر جا میره یه کاری میکنه که مردم ازش متنفر شن. ولی خب دیگه به قول معروف
رفت اینستاگرام خواهش بی شرف نمیفروخت به این. بدترین اتفاق دنیا بود که فیسبوک اینستاگرام خرید. آره اصلا وضعیت عجیب غریبی شده که من خودم به من مثلا میگن الان چرا کار نمیکنی، چرا خوب کار نمیکنی، اینا تا کجا کار کنم؟ داداش الان همه بلاگرن دیگه، نیازی به من نیست که من یه دونه اومدم گفتم خارش الان هر ویدیویی رو باز میکنی تشریح خارشو دیگه من چی بسازم دیگه؟ از راجبه همه چی ساختید، به سبک منم ساختید، دیگه من چی بذارم؟ میفهمم این خیلی چیز عجیبی، آدم یه جایی میره. چون داشتم این موضوع فکر میکردم، گفتم مهم نیست کی باشی، هر لولی هم باشی، این معروفیت و این فیم یه جا باید شروع کنه اومدن پایین. یه خانومه بود خیلی معروف بود، بعد داشت راجع به این صحبت میکرد، آورده بودنش پیر بود، میگفت مثلا من 10 سال پیش که میرفتم بیرون از ماشین که پیاده میشدم مردم جیغ میزدن، صابرستان میومد دم در، الان میرم دم در رستوران وای میسم سه تا مثلا بچه 17 ساله جلوم وایسادن، بعد برمیگردم مثلا من نگاه میکنم میگن که مثلا برو عقب‌تر وایسا جلومون نیا. بعد میگم مثلا 10 سال پیش اصلا نمیدونم، بعد میگه خیلی دنیا برات سخت میشه یا اصلا این یاد، چون بالاخره میگم همه یه پایینی داریم دیگه، مثلا اینا که معروف میمونن سالیانه مثل زدبازی اینا خاصن، یعنی هر کسی نیست که بتونه انقدر زیاد معروف بمونه، حتی توی انگلیسی هم همینطوریه. ولی آدم چجوری باش دیل کنه باش؟ اینستاگرام یه ابزاری که حالا چیزی که هست کاری نمیشه کرد، خب اینجوریه. الان تنها کاری که میشه کرد اینه که تو یاد بگیری و ازش درست بتونی استفاده کنی. الان من درسته که حالا به پیج خودم اشتیاق خاصی ندارم، ولی خیلی کارا میشه کرد باش که پول خوب در آورد، کارهای خفن کرد، تبلیغات بیزینس خودتو بکنی بدون اینکه پول خرج کنی. الان مثلا من یه کار موزیک میکنم، مثلا آرتیستا میان به من میدن موزیکشونو، میگن آقا اینو هیت کن. من مارکتینگ اینستاگرامو چون یاد گرفتم، الگوریتم ویدیو چجوری ویو بخوره، چجوری بوست بشه، من موزیکو میگیرم میتره کنم، همون موزیک میشه وایرال. خب ولی بعدیش هم اینه که خب اینستاگرام تصمیم میگیره که تو چی گوش بدی موزیک. مثلا الان مردم دیگه دنبال این نیستن که گوش بدن ببینن موزیک خوبه یا نه، مردم میچرخن ببینن کدومو تو اکسپلور بیشتر ببینن اونو گوش کنن. یعنی هر موزیکی که توی اکسپلور ترند بشه مردم گوش میکنن دیگه، خودشون تصمیم نمیگیرن که چی گوش کنن. حالا آمارم بهت بدم، امروز داشتم میخوندم آدما دارن کلا خنگ‌تر میشن. آره خیلی، کل دنیا به خاطر همین اینستاگرام و تیک تاک و اینا. ببین با هوش مصنوعی هم همینه دیگه، خودت تصمیم نمیگیری. الان حالا من خیلی رفیقامو میبینم دیگه، مثلا یک شب اینجا نشسته مثلا میگم آقا فلان کارو چیکار کنیم، یه خورده فکر کنیم ایده پیدا کنیم، بذار بنویسم هوش مصنوعی، یعنی هر اتفاقی میفته هوش مصنوعی بنویسیم ببینیم چی میگه. دیگه مردم خودش تصمیم نمیگیرن. وای یعنی جنریشن بعدی چقدر احمق بشن، چون الان شروعشه، باز اینا باید فکر کنی که چه سوالی بپرسی که خوب جواب بدی. بعد مثلا بچه موموکو من که به دنیا بیاد، اون دیگه اصلا نباید درست بپرسه، مثلا میگه غذا، بعد میگه چون الان تو مسافرتی و بودجت انقدره و میدونم اینو دوست داری باید بری اون رستوران، ولی تو الان باید اینا رو همه رو بهش بگی، تازه بازم نمیتونه خوب پروسسش کنه. ای وای اون فیلم والی رو دیدی؟ همه نشستن فقط روی صندلی، کل انسان‌ها تو زندگیشون فقط رو صندلی هستن، اصلا دیگه تکون نمیخوان، فقط رو صندلی هستن. بعد رو صورتشون هم یه دونه ماسکه، روی ماسکه دارن دنیا رو میبینن و فیلم میبینن و با هم دیگه حرف میزنن و بازی میکنن و همه چی. یکم از ربات هم میاد دهنشون غذا میذاره. بعد داشتم فکر میکنم که خب واقعا همین وقتی لازم شه هیچ کاری بکنی خب تکون نمیخوری دیگه. خیلی نزدیکیم به اون روز. ببین همین الانش خیلی پیش میاد که مثلا ما صبح بیدار میشیم یا وا میکنیم چشمون رو میبینیم شب شده، از صبح رو کاناپه توی اکسپلور میچرخه. آره میشده. من یه دفعه تلفنمو اینجوری پرت کردم روی مبل رو تخت خواب، گفتم ولم کن، یعنی گفتم اگه میخوای بگیریش برو تا اونجا برو که مجبورشی پاشی، چون مثلا النا 8:30 صبح رفت، گفتم من بچه‌ها میذارم مدرسه برشم اونجا میخوام برم ناخونامو درست کنم، گفتم اوکی، بعدش از اونجا میرم سر کار، یعنی دیگه رفت تا ساعت 6 من کسی رو نمیبینم. بعد گفتم که به بچه روزیه بلند شم برم مثلا یه تمیزی بکنم، بعد برم بیرون به حیاتم برسم، بعد یه فیلم بذارم، یه سوشی یا یه غذای مشی سفارش بدم واسه خودم، بشم یه غذا بزنم و فیلم مشی نگاه کنم، یه بازی هم بکنم،
تا اینا بیان. خب این برنامه‌ام بود. بعد یهو سرم اومدم بالا دیدم مثلا 3:45 دقیقه است. من مثلا کسی مثلا توف تو دهنم بدون هر روز با تلفن دارم اینجوری میزنم بالا. بعد افتادم روی استوریایی که هر کدومش مثلا 8 دقیقه بود 4 تا پارت. یعنی استوری که میرفتم 40 دقیقه گیر میافتم، استوری بعدی 40 دقیقه گیر میافتم، استوری بعدی 40 دقیقه. بعد انقدر 800 رفت بود، بعد میگم تلفنم دیگه پرت کردم، من گفتم دیگه نمیتونم. بعد من تستش کردم، من یه هفته رفتم یه دوره دوپامین دتاکسی بود که اصلا خاموش کردم، گوشیمو گذاشتم کنار، گفتم یه هفته بهش دست نمیزنم. من کلی کار میکردم، میرفتم ورزش میکردم، برمیگشتم صبحونه‌مو آماده میکردم، میخوردم، آموزش میدیدم، برنامه مینوشتم، میبینم ساعت تازه 11. منی که به 3 تا اینا نمیرسیدم تازه 11 صبح، کلی وقت دیگه هست و بیکار چیکار کنم؟ میخواستم کلمو بکوبم به دیوار که از بیکاری نمیدونم چیکار کنم. میشستم کتاب میخوندم، میرم ساعت هنوز 12، یه 10 ساعت دیگه مونده تا خوابم. خیلی خلاص میگی، واقعا اینجوریه. ای برای بچه‌ای هم که نگاه میکنن براشون سواله یا نه که اعتیاد دارن به تلفن یا نه، 2 تا تست داره. یکیش اینه که توی خونه اگه راه میری با خود تلفن تو داری همراهی میکنی، تو دستت راه میری، اعتیاد داری. اگر صبح که خواب بلند میشی اولین چیزی که انجام میدی تلفن تو برمی‌داری چک میکنی ببینی نوتیفیکیشن روش هست یا نه، اعتیاد داری. اگر 5 minutes مونده برسی به خونت و تلفن تو دیدینگ میکنه و 5 دقیقه وای نمیسی برسی خونه بعد نگاه کنی چک کنی، معتادی. من اینو نمیدونستم، اینو که یاد گرفتم گفتم خلاص میگی دیگه، هیچ پیغامی نمیتونه به من بیاد که 5 دقیقه تایم سنسیتیو باشه. یعنی هیچ پیغامی، یعنی یارو مرده باشم 5 دقیقه بعد زنگ بزنم اوکی. میدونی چی میگم؟ گفتم که واسه همین دیدم راست میگه. بعد الان که مثلا بعد شروع کردم ترک کردن تلفن دیگه برنمی‌داشتم، بعد تلفنو میذاشتم مثلا اونور اتاق 5 ساعت بهش دست نمیزنم، مثلا دیروز تلفنم دست نزدم یا نه عقصا اصلا یا حسین نرمش دست نمیزنم. بعد خیلی خوبه. بعد من یه تایم اینجوری بودم، الان حالا خیلی معتاد شدم. یه تایم اصلا اکسپلور نمیرفتم و اینا. بعد خیلی باحال بود، مثلا یکی با ما آشنا شد سر دیتم، دختر میگفت تو کارت تو اینستاگرام، من صبح تا شب با همین ندیدم بری تو گوشی تو اینا. من میگفتم من تولید کننده کانتنتم، مصرف کننده نیستم. خیلی خوبه. آدم با آره دیگه ما ناتیش بالا بود. آره دیگه ما دراگ دیلریم دیگه، ما کانتنت میفروشیم. با حداقل من سعی کردم تو یکی دو چند تا میگفت خیلی حال کردم، گفت تنها کسی که داره به ایرانی خارج از ایران راجع به پول یاد میده و میگه استاک مارکت چیه، آپشن چیه، پوت چیه، کال چیه، شورت چیه، تویی. ما هیچ جا نیست اینجا یاد بگیریم، فقط تویی داری میگی. و خیلی من خوشحال شدم که بعد مطمئنم همونجوری که تو شروع کردی خارت و فلان، بعد الان به قول تو همه دارن میگن، مال منم همین خواهد بود. یعنی خیلی اصلا اینو میبینن و میگه خب منم بعداً بذار شاتو یاد بدم. و الان قشنگی یوتیوب به همینه. تو اینستاگرام تو 15 ثانیه به کی چی میخواد یاد بده، میدونی؟ آره نه الان پر شده آموزش‌های فلان، مثلا اینستا تو یه دقیقه میخوای چه آموزشی بدی بگی. اصلا اونو که همه دزدن، اصلا شک نکن. میگم دیگه، من توی که ویدیوم کامل اینو توضیح دادم، نمیدونم کدوم ویدیو کامل توضیح دادم که گفتم آقا تو نمیتونی اعتماد کنی به همچین آدمی، چون اگر کسی بلد باشه پول در بیاره وقت نداره به کسی یاد بده، خودش در میاره. و پول در آوردن یاد دادنی اونجوری نیست. مثلا میگم اگر تو همون روزی که من بیزنسمو شروع کرده بودی شاید نمیتونی جوهر بفروشی. تازه میدونم هم کسی که این کارو کرده. یعنی یه رفیق داشتم دید من دارم پول در میارم، سعی من توی 6 ماه 5 ماه اومد کپی کرد، رفت جنسمو خرید، همونو پیدا کرد، رفت از چین همونو سفارش داد، آورد فلان، به سول افتاد روش، ولی نتونست بفروشه. خودش بعد 6 ماه از آقا من نمیدونم تو چیکار داری میکنی میفروشی. یعنی واسه همین میگم وقتی تو اون سناریو تو نمیتونی یه همچین کاریو بکنی اصلا نیست، چون میگم همه چی مهمه. اون روزی که شروع میکنی، اول عکسی که میگیری، زاویه‌ای که میذاری، چی داری فکر میکنی، استایل کاستمر سرویست، همه اینا پوینته. و من کسی که نمیتونه، مثلا من یه رفیق دارم تلفنش زنگ میزنه دعوا میکنه، اصلا مریضه. خب بعد بهش میگم ببین تو سم میبره بیزنست، تو یکی رو استخدام کن، بهش ساعتی $20 پول بده، بگو اون فقط تلفن جواب بده، همین باعث میشه تو میلیونر شی. ولی نمیفهمه. چرا؟ چون خودش رئیس بیزنس مال خودشه، داره ماهی هم مثلا $10,000 پول در میاره، دیگه فکر میکنه پس من که دارم $10,000 میارم، من
کسی به من چیزی نگه. ولی همین آدم موقعم دارم میگم خودش مشکلش اینه که آقا بهش دعواش کنم آدم شو نمیتونه آدم شه. بعد فهمیدم که نمیتونه آدم شه. گفتم آقا یکی استخدام کن بده تلفن جواب بده. نه من بیزنس رو میفهمم. منظور چیه؟ میخوام ببینم یارو صداش چطوریه، از کجا زنگ زده تا کجا میتونم بکنم تو پاچش. چون اگه من ترین کنه بعد بهش میگم متری چند، میگه متری 200 تومن و بعد اون موقع یکی که پول دار باشه نمیتونه بکنه تو پاچش 30 تومن. میدونی همه سیستم اشتباهه. من میدونم از کجا میدونم که پادکست قبلیمون 17 ماه پیش بود. بعد اینکه با هم حرف زده بودیم من هر ماه $200 میذارم کنار. الان که میرم 3400 فوره میگم اوکی بعد 17 ماه شده. بعد کش نگه می‌داری یا میتونی جایی اینوستش کنی؟ نه کشه. چون اینجا یه دونه حساب بیشتر وا نمی‌کنم به ما. خب الان به حساب پوله که به $4000 رسید برو باش 1 اونس طلا بخر. طلا. چون طلا از دلار میره پایین. اگه خب بذار این بازیو بکنیم. اگه 17 ماه پیش طلا خریده بودی ببینیم الان چقدر رفته بود بالا. یا آمار بهت بدم. البته پول ایران هم دلار خوب رفته بالا. خوب نیست. مثل اینکه مثلا بگی به نسبت قیمت فلان مادر آریا خوب رفته بالا. خب مادر آریا دیگه طالب نیستش که الان قیمتش آورده پایین. اوکی 17 ماه هولی شوت $1900 بوده. الان هست 3100. یعنی 1900 شده و 3100 الان 3400 داری. تقریبا میشد بگو 2 برابر. 2 برابر. اگه گوشته بودی توی اون الان مثلا 6 تا بود. اونجوری بیشتر حال میده دیگه. مثلا من یه دونه طلای گنده رفتم خریدم یه بار. اون موقعی که خریدمش $35000 بود. بعد الان میگه آقا دیوونه چی رفتی اینقدر؟ گفتم بس یه دونه داشته باشم حال میده گنده بگیرم. بعد اون الان شده مثلا $70000. یعنی من هیچ وقت نرفتم $70000 پول یه تیکه طلا رو بدم. گفتم دیگه تو ماش من خونه میکنم. ولی وقتی میگیری میره بالا بعد حالا این چقدر میشه 140 چقدر میشه 300 همون یه دونه. چون داره میره بالا دیگه دلیلی هم نداره وایسه مگر اینکه به لولی برسیم که بتونیم اتمی طلا کرییت کنیم. ببین چی دارم. سعی کن پارش کنی. میدونی نمیتونی پارشه؟ چی؟ سعی کن پارش کنی پاره نمیشه. آره. کوچک داده بهم. میتونی وحشیانه بکشی ها. یعنی اینجوری که مثلا یادگاری داده. من از هر 100 تا یکی پاره میشه. اگه یه دونه خط افتاده باشه توش میره مثل پلاستیک دیگه. ولی اگه تمیز باشه مثلا روز اولی که بگیری من اینجوری گرفته بودم با فشار میکشیدم بعد چش اومد ولی پاره نمیشه. کیفو ندارم اینجا الان بالاست یعنی بد نشون میدم. مثل پولای ایران. ولی اگه بره توی لباس خوش کن میاد بیرون میشه انقدر.